به نام خداوند جان آفرین، سخن اندر زبان آفرید. جناب پیامبر علیه السلام فرماید طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمتی. طلب علم شریعت برای هر یک مرد مسلمان و زن مسلمان فرض عین است که باید در طلب علم باشند. مسلمان بهترین او است که چی از علم دنیا باشد چی از علم اسلام باشد باید برخوردار باشد، زیرا الله متعال یکی از نامهاش یکی از صفاتهاش پروردگار عالم است و از بندگانش هم دوست می‌دارد که بندگانش عالم باشند، دانا باشند. الله به بنده جاهل به بنده بی سوادش فخر نمیکنه. الله که عالم است دوست می‌دارد بندگان مؤمن و موحدش دانا باشد. به همین خاطر هر یک مرد مسلمان و زن مسلمان وظیفه دار است که چیکار کنه؟ علم شریعت بیاموزه. هرگز آدم دانا و با آدم بی سواد برابر نیستند. کوشش کنید دانایی را به خود